پس از یک بحث چندین ساله این اویله را با قرار دادگاه از خانه بیرون میکنند. دین ساعت 4 آگاه کرده. من تا این ساعت 9 میبروریم. کجا ما دایو کجا ما وقت میام رفته جا میام. پولم ندارم. روزی 7 گودک ما بازور میگذارونم. از کجا ما حوض میبرم میرم. جا ندارم. بر اساس قرار شهرداری در این زمین که 21 سوتیخ است، ساختمان مجموعه ورزشی پیش بینی شده است، ولی بر رجب ما و خانواده‌اش جبران یا منزل دیگر پیشنهاد نشده است. اویله افغانوف ها که میگویند با 7 فرزند در این خانه زندگی میکنند، ادعا دارند که آنها را غیر قانونی از خانه خودشان بیرون میکنند. یوریستاش برالو میدونن که تک قرارش غیر قانونی است. من رفتم همه یوریستاش دیدن. اینا فریاد کردن. نمایندگان خدمات اجرا که برای اجرای قرار دادگاه آمده جریان بیرون آوردن جهاز این خانواده را نظارت میکردند، گفتند این اویله از چند ماه پیش برای خالی کردن خانه آگاه کرده شده است. بحث سر این انشاءات 14 سال باز ادامه دارد. اخیراً دادگاه ناحیه سینا قرار کرد که این خانه به صاحبکار اکبر صدورов تعلق دارد و باید اویله افغانوف آن را خالی کند. صدورов در یک تماس تلفنی گفت حجت‌های رسمی مکانی بحثی را دارد. میگوید این قضیه را تمام نهادها تفتیش کرده و صاحب ملک بودن او اثبات شده است. تمام مقامات تاجیکستان تفتیشات بردید، میگه که آدم‌ها را رفتن خریدن. شما یک بار برین تصور کنید که 13 قرار شد سالاش قطعی گذشته. من 13-14 سال قطعی رفتم. اما خانواده افغانوف حکم دادگاه را ناعادلانه ارزیابی میکنند. به ادعای آنها چندین سال از صاحبکار برای از خود کردن مالکیت آنها تلاش دارد. 14 سال پیش به گفته آنها دادگاه عالی این بحث را به منفیت آنها حل و سندهای پیشنهاد نموده صاحبکار را به اعتبار دانست. همینجا ماشینا رو تعمیر میکردن. اماکی ما همش جان و برادر و بسیار آدما همینجا کار میکردن. 8 سال پیش همین کارخانه را ما کلان شدیم، کار کردن. مردم هم میتونن تصدیق کنن که همین کارخانه ما. با این حال هر دو جانب ادعا دارد که سندهای رسمی از جمله سرتیفیکات استفاده زمین را دارند و خود را صاحب ملک میدانند. هرچند خانواده افغانوف میگوید راضی‌اند با جبران مبلغ یا دادن منزل در یک گوشه شهر خانه‌اشان را ترک نمایند، اکبر صدورov میگوید برای این هیچ اساس وجود ندارد. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی می کنند. بعضی ها ادعا دارند که زمین و خانه اشان به اساس گرفته یا ویران می شود.